سلام خدمت همه بچهای درجه یک شیمیتوپیا. من محمد رضا هستم. خوش آمدید به ویدیو جدید. امروز در نظر داریم که یکی از گرایش‌های بسیار جذاب شیمی رو با همدیگه بررسی بکنیم که ستون اصلی صنایع مختلف و تحقیقات علمیه. بله درسته، شیمی تجزیه. ما میخوایم امروز توی مقطع کارشناسی ارشد این گرایش جذاب رو بررسی بکنیم و صرفا نمیخوایم یه ویدیو عادی داشته باشیم، بلکه میخوام نشون بدم که چرا شیمیستای تجزیه مثل چشمای جامعه عمل میکنن و بدون اونها هیچ چیزی داخل این جامعه قابل اعتماد نیست. توی این بخش از ویدیو میخوایم ساختار واحدهای درسی رو زیر ذره‌بین قرار بدیم. توی مقطع کارشناسی ارشد برای شیمی تجزیه برخلاف رشته‌های دیگه واحدهای درسی تمرکزشون روی این هستش که بتونن روش‌های اندازه‌گیری و ابزارهای دقیق رو به شما نشون بدن. توی این گرایش همونطور که در گرایش شیمی عالی در قسمت اول صحبت کردیم و اگه ویدیوشو ندیدین حتما میتونید برید ببینید، نکات مفیدی گفته شده که میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره. شامل 3 درسه: دروس تخصصی، دروس الزامی و دروس اختیاری. دروس تخصصی برای شیمی تجزیه شامل روش‌های فیزیکی و شیمیایی جداسازی، الکتروشیمیایی تجزیه 1، اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای هستش. دروس الزامی هم شامل همون دروس پایه پیشرفته که از همه مهمتر شیمی تجزیه پیشرفته است. چرا؟ چون که میاد همون مباحثی که ما توی دوران کارشناسی خوندیم و تکرار میکنه، یه سری مطالب جدید بهش اضافه میکنه تا بخواد دید ما رو وسیع‌تر بکنه و در ادامه ما دروسی که قراره بگذرونیم و واحدهایی که انتخاب میکنیم یه بخشش به همین شیمی تجزیه پیشرفته برمیگرده و یه جورایی پیش نیازه برای ما و میتونه به ما کمک بکنه. در آخر دروس اختیاری. دروس اختیاری هم بسته حالا به واحد دانشگاهی که شما تحصیل میکنین یا تصمیم مدیر گروه میتونه متفاوت باشه. حالا عموما کلاسایی که برگزار میکنن کروماتوگرافی، روش‌های نوین در شیمی تجزیه، مباحث ویژه نانوتکنولوژی و از این قبیل دروسه که بسیار مفیده و شما میتونید بسته به علاقتون انتخاب بکنید و استفاده ببرین. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه: ممکنه که برای شما یه واحد جبرانی قرار بدن. اون واحد جبرانی به این صورته که شاید شما تو دوره کارشناسی گذرونده باشین، اما ممکنه که مدیر گروه تصمیم بگیره که شما بخواید مجدد اینو بخونین. اسم این واحد ایمنی در آزمایشگاهه که نمرش اصلا توی معدل شما تأثیری نمیذاره، یک واحد هستش، ولی حتما باید پاس بکنید تا بخواید که توی مقاطع بعدی به مشکل نخورین. بخش بعدی سمیناره. سمینار یک واحد هستش. بخش بعدی و آخر که بسیار مهمه پایان نامه شماه که شما با برداشتن پایان نامه که 6 واحد هستش قرار وارد دنیای جدیدی بشین. قراره به لحاظ تئوری فوق العاده تو سطح بالایی قرار بگیرین، توی محیط آزمایشگاهی پیشرفته قرار بگیرین و کار با دستگاه ها رو آموزش ببینین، بتونین از دستگاه هایی که توی واحدهای درسی که گذروندین مطالعه کردین استفاده ببرین و اون مطالب تئوری که خوندین و جامعه عمل بهش بپوشونین تا در نهایت بتونین اون فیلد مورد علاقتون رو روش تحقیق و پژوهش انجام بدین. حالا میرسیم به بخش جذاب ویدیو: آینده شغلی و اپلای برای گرایش تجزیه به چه صورته؟ خبر خوب این که آینده شیمیستای تجزیه توی تمامی موارد توی یک کلام فوق‌العاده است، چه توی کار چه توی مهاجرت. اگر بعد کار رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، این که شیمیستای تجزیه تو شرکت‌های داروسازی میتونن برن توی بخش کنترل کیفیت داروها، تو صنایع مواد غذایی و شیمیایی میتونن تو بخش آنالیز فلزات سنگین و همچنین باقی مانده های سموم کمک بکنن. توی محیط زیست آلودگی های آب، هوا، خاک رو مورد بررسی قرار بدن و همچنین در صنعت پزشکی با طراحی بیوسنسورها
و سنسورهای گوناگون میتونن به تشخیص سریع بیماری ها کمک بکنن. برای اپلای هم عالیه. چرا؟ چون اصلا دانشگاه‌های آمریکا و اروپا دنبال دانشجوهایی هستن که این دستگاه‌های مدرن رو باشون کار کرده باشن. پس اگر شما داخل پایان نامتون حتما از روش‌های آنالیز گوناگون استفاده کرده باشین و کار با دستگاه‌ها رو بلد باشین، شانس شما برای گرفتن فاند فوق‌العاده زیاده و میتونید موفق بشید. توی این بخش از ویدیو ما میریم نگاهی داشته باشیم روی موضوعات بسیار نوین و پرطرفدار در شیمی تجزیه. اولین موضوع استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی برای تشخیص بیماری‌های. مثلا من به تازگی مقاله مطالعه کردم که براتون اسمش رو قرار میدم. این مقاله اومده با کمک بیوسنسورهای الکتروشیمیایی به تشخیص کارآمد بیماری سرطان پرداخته که در حوزه لیکوید بایوپسی هستش. موضوع بعدی استفاده از نانو حسگرها هستن که میان آلاینده ها رو در مقادیر تریس تشخیص میدن. موضوع بعدی که بسیار استفاده میشه روش های مولتی دایمنشنال کروماتوگرافی و تیپ سنجیه که برای نمونه های پیچیده استفاده میشه. تشخیص داروهای جدید، پروتئین ها، آنتی بادی ها یا مواد جدید در کل یکی از موضوعات کلیدی و بسیار پرطرفدار داخل شیمی تجزیه که کلا اصلا شیمیستای تجزیه دنبال اینن آقا یه چیز جدید پیدا کنن، اون رو زیر ذره بین ببرن، آنالیزش بکنن تا بتونن به جامعه علمی معرفیش بکنن. و در آخر یه موضوعی که بسیار 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 من تاکید زیاد کردم نوینه و خیلی داره روز به روز روش کار میشه، ترکیب شیمی تجزیه با ماشین لرنینگ هستش که شما بیاین داده های زیادی رو با کمک کامپیوتر تحلیلش بکنین و مقالات خیلی خوبی هم ازش چاپ میشه. این موضوع رو میتونین روش نظر داشته باشین. در کل تمام این موضوعاتی که راجبشون صحبت شد و کلی موضوع دیگه باقی مونده که من برای احترام به تایم ویدیو عنوانشون نکردم برای اینکه دیگه شما خسته نشین. این موضوعات کلا اساس علم شیمی تجزیه رو تشکیل میدن و شما میتونید با کمکشون مقالات خیلی خوبی چاپ بکنید و شانستون رو برای گرفتن فاند افزایش بدین. همیشه نرم افزارها حکم دست راست پژوهشگر رو دارن. اینجا قراره یک سری از نرم افزارهایی که بسیار پرکاربرد هستن داخل شیمی تجزیه رو عنوان بکنیم، گرچه نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که در ویدیوهای آینده به اونا میپردازیم. اولین نرم افزار که پایه‌ترین نرم افزار و همه شما اونو میشناسین اکسل هستش. برای اینکه شما بخواید آمار در شیمی تجزیه رو پیاده بکنین به اکسل احتیاج پیدا میکنین. نرم افزارهای دیگه‌ای هم هستن مثل اوریجین، SPSS و مطلب برای تحلیل داده ها. یه نرم افزار دیگه که ما توی قسمت 1 اشاره کردیم امنووا برای تحلیل طیف NMR ازش استفاده میشه. نرم افزار کمستیشن، امپاور برای کار با دستگاه کروماتوگرافی هم کاربرد دارن و یک نرم افزار بسیار پرکاربرد برای پژوهشگرا نرم افزار اندنوت هستش که شما میتونید با کمک اون رفرنس هاتون رو مدیریت بکنید. پس یادتون باشه شما قراره پلی بین علم و جامعه باشین و نتایج کار شماست که تعیین میکنه یک محصول وارد بازار بشه یا نه. خیلی ممنون از شما دوستای خوبم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه خوشتون اومد ممنون میشم که لایک و سابسکرایب بکنید و حتما به دوستانتون معرفی بکنید. شاید این ویدیو بتونه شروع یک شیمیدان تجزیه موفق باشه و همچنین هدف ما این هستش که بتونیم خانواده شیمیتوپیا رو بزرگ و بزرگترش بکنیم. تا دیداری دیگر، بدرود.